مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن بازدو اولت قلابی خبر داد. از جمله مرد 45 ساله ساکن پایتخت با عریضه مراجعت نموده است که ماه آگوست سال 2017 مرد 43 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش درآمده از او یکچند مرتبه به مبلغ 38,000 دلار امریکایی مساله ساختمانی برای تجارت گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه مبلغش را برمیگرداند، اما تا حال مبلغش را برنگردانیده است. همچنین به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع شامنصور با عریضه زن 75 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 65 ساله ساکن شهر دوشنبه با راه فریب به باوریش درآمده خانه استقامتیش واقع در شهر دوشنبه را در بانک به مبلغ 9,000 دلار امریکایی به گرفت گذاشته وعده داده است که مبلغ‌های گرفته‌اش را در مدت یک سال برمیگرداند، اما آن مرد مبلغ گرفته را به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. اوید به حالت‌های مذکور تفتیشات ادامه دارد.